سیستم مشتری عزیزمون مشکل سویچ دارن، دستگاهشون روشن نمیشه. حالا ABOB میکنیم، دستگاه رو براتون ویدیو میگیرم. خب دستگاه کلا سویچ نمیشه، احتمال زیاد میدم که پاور باشه چون اصلا برق نمیاد. سویچش هم تست میکنیم، با پیچ‌گوشتی اتصال میدیم، بازم روشن نمیشه. یه پاور میذارم تست میگیرم. خب رسیدیم به اینجا که پاور رو تعویض کردیم، دستگاه بازم سویچ نکرد و اینکه آخر سر رسیدیم به اینجا که یه باتری بایوس داره این مادربرد. اگه اون سیم سفید رو ببینین اینجا باتری بایوس رو کشیدیم، مادربرد رو در آوردیم بیرون، دستگاه سویچ کرد. حالا دوباره بستمش تو کیش، تست نهایی بگیریم. اینم روشن. پیچ‌های میبرد هنوز کامل نبستیم، فقط اینو گذاشتم که بتونم تست بگیرم. خب اینم تصویر دستگاه، ویندوزشون رو مانیتور اومد بالا.